چی میشود اگر خروس و یک کبوتر با هم معیشت کنند؟ در روی اکران شما نتیجه معیشت خروس و کفتر را میبینید. بالاخره این بیچاره ها نه مرغ شدند و نه کفتر. میگویند در سال 1970 یک زوج هنگام مستی و مدهوشی در خانه یک خروس خود را بالای کفتر جا میکند. خودتون فهمیدید که چیکار میکنه؟ وقتی که مردم چوجه های این زن را میدیدند در حولش حیران میموندند. اولین سوالی که از صاحب خانه میکردند میگفتند این چگونه حیوان و پرنده است. دوستان، در عالم حیوانات این گونه حادثه ها کم نیستند و در نتیجه جفت شدن حیوان های هر گونه با هم بعضا وقت میشود که تیفلونی گیبرید تولید میشد، یعنی دوراگه. و امروز باشد یک چند نوار از این گونه حادثه ها روش به شما پیشکش میکنیم. برای همین تا آخر برنامه ما رو تماشا کنید. در کانال نکتاب ابونه شد، زنگوله رو پخش نمایید، یک لایک دیگر و ما نوار رو سر کردیم رفتیم. دوستان، شما تماشا و رقابت‌های ورزشی جالب را همراه با یک ایکس باز هم جالب‌تر کنید. رجیستراسیای осон، пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. ولفین تعداد این گونه مخلوق در جهان به نهایت کم است. انیقترش همگی 2 دانه است و عین زمان باشد شما این دو تا را در روی اکران های خود تماشا دارید. این دو جفت که حاضر شما روی اکران های خود میبینید در نتیجه جفتشوی نهنگ و دلفین به دنیا آمدند و شما خاطررسان میشوند که اینها را یگان زوج مست با هم نکردند. گربه سوانا. دوستان، اگر شما سگ را دوست دارید و دوست دختر شما گربه را شما میتوانید انا همین گونه موجود را در خانه نگهبانی کنید. این گربه های را که میبینید در نتیجه جفتشوی گربه های گوناگون به دنیا آمدند و در این گربه ها رحمدلی و مهربانی سگ و نمود ظاهری گربه دیده می شود. این گربه ها هم از داخل آب میترسند و هم میتوانند که به 2 متر بلندی جهش کنند. این گربه ها الکی به صاحبان خود ثابت کردند که دوست دارند که به مانند سگ با صاحب خود بازی کنند. در اصل باشد نه تنها خصلت های سگ را بلکه خصلت های گربه را نیز در خود دارد و به مانند گربه نیز بازی میکنند. در روی اکران های شما یک حیوان چهارپا، نه به خر مانند و نه به زبره، حیوان دوراگه. این هم در نتیجه جفت شدن هم خر و زبره به دنیا آمده است و نامش را زونکی گذاشتند. عالمانی که در این ساحه کار و فعالیت میکنند میگویند که در نتیجه جفت شدن دو حیوان گوناگون این گونه حیوان زیبا به دنیا آمدنش به نهایت شانسی کم دارد و به گفته آنها زیبایی ظاهری از پا بالایش به مادرشان مانند و از پا پایین به پدرشان، یعنی تواناییشان به پدر میرود و ظاهری به مادرشان. از این فهمیده می شود که اگر ظاهری و از پا بالا به مادر رود، یعنی خری خانگی دمانند باشد، می شود آنها را همچون حیوان خانگی استفاده برد. کاما از ترکیب اشتر و لاما به وجود می آید. لاما را برای تولید پشم پرورش می کنند، اما اشتر را خودتان می دانید به خاطر چی آنها را نگهبین می کنند. خیر به شما معلوم است که این دو حیوان با یکدیگر مانند هستند اما یخیله نیستند. دانشمندان این ساحه می گویند که آنقدر ژنتیک این حیوان ها با یکدیگر شبیه و مانند است که با آسانی می شود که یک هیبرید در نتیجه آنها ساخت، که در نتیجه این اکسپریمنت می توانید یک لامای به نهایت بزرگ به مانند اشتر و پر از پشم به دنیا آورد. این اکسپریمنت ها به خاطر آن کرده می شود که پشمی بیشتری به حاصل دارند. بله، دانشمندان در عصر گذشته یعنی سال 1980 کوشش کردند که چنین حیوانی را به دنیا آورند، انیقترش مساعدت کنند به خاطر به دنیا آمدن چنین حیوان و آنها به نتیجه رسیدند و نام این حیوان را گذاشتند کاما و در اصل باشد آن چیزی را که انتظار بودند به دست نآوردند و به کار هم نرفت. این حیوان نه اشتر شد و نه لاما. پس از سالهای زیاد باز در سال 2008 به آدمان میسر میگردد که با تولد شدن حیوان به مانند کاما میسر گردند و به نتیجه دلخواه برسند. یعنی این حیوانی که شما در روی اکران میبینید در دبی پرورش کرده می شود و میتواند که پشمهای خیلی زیاد نسبت لاماهای مقرری دهد. حیوان نوبتی یک دوراگه که میبینید شیبا بر نام گذاشته شده اند و این بزرگترین گربه هست که وزنش تا 400 کیلو میرسد. Are the size of his parents' teeth combined. Wow, look at that tooth.
چی بابر бошад худ аз дунё наомадааст ва дар натиҷаи ҷуфт кардани як шер ва паланг ба дунё омадааст. Ман тасаввур намекунам ки дар назди чунин ҳайвони бадҳайбат нишаст ва онро парвариш кард. Ман мештам ҳаргиз ба ин кор даст намезадам ва аз қафояшон намешудам. дӯстони азиз, шумо бигӯед дар комментария ки ба чӣ кор меояд чунин ҳайвонҳо. хуб, тамошобинони гиромӣ, дар комментария фикрҳои худро бинависед. дар ҳамин ҷо видеои ролики имрӯзаи мо ба охир расид. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.